از اینکه حمله ناقص کنه یه سری هدف‌ها رو بزنن و برگردن. یعنی معتقدم اون بدترین سناریوه. به همین خاطر هم هست که من اساساً یعنی وقتی دارم صحبت میکنم مثلا فرض کنید با یه خارجی یا مثلا اگه یه چیزی می‌نویسم یا مثلا فرض کنید به یه کسی میگم که چیزی بخواهید، اولین چیزی که میگم اینه که شما به لحاظ سیاسی اول ساپورتتون رو از این حکومت بردارید، سفارتخونه رو ببندید. یعنی اول جهان قطع ارتباط با این حکومت رو انجام بده، یعنی بپذیره که این حکومت مشروعیت مذاکره نداره، اینو اول قطع کنه. چون وقتی اینو قطع کنی شما بعد نمیتونی پروسه رو از اون ور طی کنی، بیای نیمه کاره بزنی بری بعد دوباره شروع کنی باش مراوده کردن. این حکومت به موقعیت اسد برسه در جهان و دیگه از اونجا به بعدش این پروسه طی میشه. نیازی حتی شاید به حمله هم نباشه اون موقع. حمله باید به قصد حمایت از مردم باشه. اگر این نیست هدفش، اساسا خیلی کمک کننده نیست. الان خیلی ها من خب وقتی میشینم میگم که خطاب قرار میدم ترامپو مینویسم که تو گفته بودی اصلا مردم دنبال شرط هسته‌ای نیستن، میان به من توضیح میدن که بابا آمریکا داره شرط محال میذاره، جمهوری اسلامی نمیپذیره و حمله میکنه. و پاسخ من همیشه اینه که وقتی حمله ای که از این مسیر طی میشه با همین هدف هم جلو میره. وقتی طرف بگی بیا با من دیل هسته‌ای کن، دیل موشکی کن، نمیاد و بعد حمله میکنه، خب میره سراغ همین تارگت. این نمیره سراغ مسئله. شما اگر توی موضوع مذاکرات بحث حقوق بشر رو بذاری، میری سمت این هدفم بگیری، ولی اگه خب آقای نذاری من که خب جدی بس نمیگیریش. گفت هست که گفت توش مذاکرات بحث حقوق فعلا بشر که هم بود. نیست. بله میگن هست، روبیان میگه اینم باید باشه، ولی فعلا نیست. جدی بس اصلا اشاره کرد به این که اصلا سقوط حکومت وظیفه مردم ایرانه، به ما ربطی نداره، ما متمرکز اون مسئله هستیم. ببینید، نه قصه اینقدر واضح نیست راستشو بخواید، یعنی اینقدر من واضح نمیبینم قصه رو. معتقدم که مردم ایران عاملیت دارن، ایرانیان خارج کشور عاملیت دارن، میتونن این رو مطالبه کنن، میتونن فشار بیارن. این تجمعات بزرگ خیلی کارها ازش برمیاد. اما این که فکر کنید که اون حمله لزوما به اونجا منجر میشه، نه، باور من قطعیتی نداره. اگر در میانه حمله آمریکا مردم بیان به خیابون، به نظر من آمریکا اگر بخواد هم این حکومت رو نگه داره نمیتونه نگه داره. مردمی که تو خیابون هستن، مردمی که اونا رو میگیرن، مردمی که خودشون میان در داخل و خارج کشور به خیابون، یعنی قسمت اعظمشون همین که در خارج کشور میبینید، تمام جهان هم دور هم جمع بشن نمیتونن حکومت رو نگه دارن. یعنی نه ترامپ و پدر جد ترامپ هم نمیتونه نگهش داره. ولی اگر نیان میشه ونزوئلا. اگر مردم نیان به خیابون، اصلا ونزوئلا، این یا ونزوئلای شدن ایران محصول نبود مردم در خیابانه. وقتی مردم نیستن، اپوزیسیون یه نفر بخواد اونجا سخنرانی کنه، خانم ماچادو، هیچ چی توش در نمیاد. مردم باید بیان خیابان رو به دست بگیرن. یعنی حرف اول و آخر رو در کل کره زمین خیابان میزنه. یعنی هر کسی که چیز غیر از این میگه چرند میگه. هر کسی که به هر دلیلی سعی میکنه خیابان رو از مسیر مردم دور کنه، یا آشکار یا پنهان دست در دست حکومت مستقر داره. اصلا من حاضرم میلیون ها ساعت درش صحبت بکنم. هر کسی که میخواد باشه، هر قدر محترم یا غیر محترم باشه، هر کسی که از خیابان اهمیت زدایی میکنه داره علی خامنه‌ای تثبیت میکنه. این میتونه ترامپ باشه، میتونه اپوزیسیون ایران باشه، هیچ فرقی نمیکنه. نه فقط ایران، همه جای جهان همینه. مردم در فرانسه، در آمریکا، در اصلا شما میخوای سیاست رو حرکت بدی، شما یه سری مطالباتی داری از ساختار سیاسی آمریکا یا فرانسه، به هر دلیلی از صندوق رای به دست نمیاد، باید بری تو خیابون. اصلا جلیقه زردای فرانسه کارشون همین بود. جلیقه زردای فرانسه مطالبه داشتن که از هیچ صندوق رای در نمیومد. اقلیت بودن. میگن من یک اقلیتم، اقلیت موثرم، 5%، 10%. هیچ جوری من مطالبم به صندوق رأی نمیرسه، حزبی نمایندگی نمیکنه، میرم خیابونو میگیرم، خیابونو به آتش میکشم تا من 5% رو هم ببینی. یعنی این شکلی داستان. فرانسه هم هستا، فرانسه مهد دموکراسی مثلا.
شما حتی حقوق اقلیت رو هم نمیتونین زیر پا بذاری. اقلیت جامعه هم باشی، اگر بهت ظلم بشه محقی کل خیابان رو با آتش بکشی، کل نهادهای حکومتی رو باید با آتش بکشی. حقته اصلا. خود فرانسه این کارو میکنه، تو خود آمریکا اون جریانی که سر جورج فلوید اومدن تو خیابون و این همه فروشگاه آتش زدن، اقلیت بودن زدن، پلیس هم فقط تماشاشون کرد. برای که شما حق اقلیت رو هم نمیتونی بگیری. ایران هم همینه، خیابان حرف اول و آخر میزنه. حالا تو ایران اکثریتن، اونی که میاد تو خیابان خیابان رو میگیره اکثریتن. اصلا تمام این حرفایی که دارن گفته میشن، تسخیر خیابان، اخلاقی بود نبود، اینا همش مزخرفه، یعنی مهملات، چرندیاته. اگر جریانی که به خیابان آمد در ایران 20% جامعه هم بود و زیر ظلم بود، حق دارد هر جایی رو که میخواد با آتش بکشد. شما به اقلیت هم نمیتونی ظلم بکنی. این اصلا اصل لیبرال دموکراسی مبتنی بر حفاظت از حقوق اقلیته، وگرنه اکثریت که تو فاشیست هم حاکم میشن. یعنی دیکتاتوری اکثریت کار سختی نیست که. اقلیت چرا اینقدر مهمه؟ برای اینکه اقلیت همواره این امکان رو دارند که تبدیل بشن به اکثریت. وقتی سرکوبشون بکنی هیچ وقت نمیشن. به همین خاطر است میکنم که خیابان رو باید گرفت به هر قیمتی. هر کس، اگر شما بگو گرفتن خیابان 1,000,000 کشته داره، 1,000,000 کشتهش مسئول کسی است که میکشه. حتی یک سر سوزن مسئولیت اخلاقی بر اصلا این چیزهایی که من دارم تو ایران میشنوم واقعا در تبله هیچ عطاری پیدا نمیشه. در تمام تاریخ نوین جهان، در هیچ نقطه جهان شما یک برگ کاغذ نمیبینید، یک برگ حتی نمیبینید که جای ظالمی کشته باشه بعد در کتابی جایی نوشته باشن آن کس که دعوت به خیابان کرده او مسئولیت دارد. یعنی انقدر اپوزیسیونه کسانی که حالا میگن ما هم مخالفیم، انقدر لجنند. یعنی من میخوام به این صراحت بگم تمام کسانی که اصلا این بحث رو باز میکنند یعنی لجن مجسمن. یعنی ما که وظیفه اخلاقی داریم، من به لحاظ سیاسی عرض میکنم نه فیزیکی، که از روز جنازی همه اینا رد بشیم. اصلا در هیچ جای جهان یک نمونه وجود نداره شما یه نفر شلیک کنه تو بگی چرا آوردش تو خیابان. خیابان حق مردمه، خیابان مال مردمه. اصلا خیابان هست که اون کسی که اون بالا میشینه دستش بسته باشه، دستش رو ماشه نره. تو فرانسه با اکتیویست فرانسه بگیش که چند بار تو خیابان رفتن، چند تا جمهوری بردن جلو. همین الان به اون بگو، میگه خیابان رو از دست بدی، تو فرانسه میگن اینو، من باهاشون حرف زدم، میگه خیابان رو که بدی همه چیز رو دادی. همین الان اگر یک نفر در فرانسه زور بگه همه تو خیابونن و وقتی به خیابون میرن، من با این جلیقه زردا کار کردم، اصلا اینو میگن اولین کاری که تو خیابان باید بکنی باید خراب کنی، تو تا خراب نکنی نمیبیننت. اصلا استدلال داره اکت خیابانی. میگن باید ماشین پلیس چند تا آتش بزنی، چون اگر نزنی نمیبینه تو رو، جدید نمیگیره. یعنی که همه کسانی که الان میان از این مزخرفات میگن نمیدونم تو بحث اخلاق میبرن، ببین یه اتاق فکری داره اون کسی که 50,000 تا آدم کشته. اون آدمی که 50,000 تا آدم کشته فقط که آدم نکشته، بعد میاد یه اتاق فکر داره که من این 50,000 تا رو که کشتم من باید بقیه رو هم مایوس بکنم. بعد نزدیک 300 تا زباله، وقتی میگم زباله یعنی زباله، انتخاب میکنه، بعد میگه برو تو جامعه شروع کن. این بحث مسئولیت اخلاقی خیابان فقط قرار نیست که پهلوی رو هدف بگیره، نه فقط اون هدف نمیگیره. اگر یک نفر فرض کن در فرانسه نشسته یه خط نوشته که مردم باید بیاین تو خیابون و سرنوشت رو به دست بگیری، اون رو هم هدف میگیره. اگر یکی تو ایرانه شما دست گرفتی به پسرخاله گفتی به مثلا رفیقت گفتی پاشین بریم خیابون، اون گفته نمیام،
بعد تو خود ایرانی ها اصرار کردی که نه ما باید بریم تو خیابون چون باید حقمون رو بگیریم. رفتی تو خیابون، اون مرد، تو زنده ای، تو رو هم هدف میگیره، تو رو هم با احساس گناه مواجه میکنه. تو خیابون بودی، بغل رفیقت بودی، بهش گفتیم که آقا یکی بره سر کوچه ببینه که شلیک میکنن یا نه، یکی رفته اون یکی مونده، اون احساس گناه میکنه. اونی که میگه من دویدم تو رو نبردم احساس گناه میکنه. تمام کسانی که بحث مسئولیت اخلاقیه، کسانی که به خیابان آمدن رو پیش میکشن، نه فقط رهبری، تک تک کسانی که در هر جای جهان، ایران و خارج از ایران، توی این وادی مشارکت داشتن، میخوان با احساس گناه مواجه کنن. این اتاق فکر داره، این شوخی نیست، الکی نیست، آمدانه این کار انجام، تا یأس رو مستول نکنی به اون جامعه، تا جامعه رو دچار انزوا نکنی. میبینید بعد از این قصه اگر این داستان با سقوط حکومت منجر نشه، ما چقدر خودکشی خواهیم داشت. خودکشی کسانی که رفتن تو خیابون بغل دستی رو دیدن که افتاده مرده. ببین حکومت اومده چند ده هزار تا کشته، یه عدد 3000 رو میخواد جا بندازه. من صحبت کردم باهاشون، من یه کار عمیق دارم میکنم تو چند تا شهر با خیلی از دوستا. یه نمونهش رشته. اون کسی که تو رشت، من با 150 تا الان رفرنس تو رشت داریم حرف میزنیم که اینها کسانی هستن که هر کدومشون حداقل یک نفر کشته رو دیدن، تو خیابون بودن و دیدن. باور عمومی تو شهر رشت از اونی که تو خیابون بوده بپرسی که چی شده، به شما میگه بین 5 تا 10 هزار کشته فقط شهر رشت داشته. بعد میگه حکومت رو 3000 مونده. طرف اینجای گلوشو گرفته. من 3 تا خانواده حرف زدم باشون، 3 تا خانواده عزیزشون رو در جای غیر رسمی دفن کردن. 12 تا خانواده من میشناسم، 12 تا خانواده بهشون گفتم بچت مرده ولی تحویل نمیدیم فعلا، بعداً بهت میگیم. یه باوری در شهر رشت وجود داره که یه عده در گروه دست جمعی دفن شدن. تو فکر کن مردمان یک شهر که قتل عام رو دیدن و کسانی که در رشت قتل عام کردن عمدتا بومیان شهر بودن، منطقه بودن، از نیروی انتظامیش کشته، ارتشی کشته، سپاهی کشته، همه کشتن و یه کشتار بزرگ دیدن. در خود شهر رشت عددی که باور دارن مرده از عددی که حکومت برای کل کشور داره اعلام میکنه بزرگتره. در همین شهر یه حس انتقام شدید هست که اگر زود پاسخ نگیره، به خاطر این روایتی که داره حکومت جعل میکنه و اینقدر بیرحمانه داره جعل میکنه، به تبدیل میشه به یک حس یأس، ناامیدی و گناه. همینایی که ما صحبت کردیم، بین همینها نزدیک 50% در معرض خودکشی هن. برای یه حس گناه دارن همشون. ماشین کشتار حکومت بعد اومده چند سر زباله رو در لابلای اکتیویست های سیاسی، بعدشون به اندازه عمر این نظام فعال سیاسی هن، افتادن تا این یأس رو به سلول سلول این جامعه تزریق کنن. احساس گناه رو با رأس شروع میکنن پهلوی، ولی گفتمانی رو استفاده میکنن که تمام لایه های پایینی این اعتراض، از منی که روزنامه نگار بودم تا اونی که اکتیویست بوده، تا اونی که تو ایران بوده، تا اونی که رفیقش رو آورد تو خیابون، تمامی احساس گناه کنن و تمامی خودشون مقصر این ماجرا ببینن و این ناتوانی از گرفتن عدل و داد و مثلا من اصلا بحث رفت یه جای دیگه، اینو بگم، ولی تا این انقدر غلبه کنه که این جماعت خودشون رو آدم‌های منفعل، ناتوان ببینن، یا تن به خودکشی بدن یا ساک و بردارن از کشور برن یا منفعل بشن، یعنی یک ایران مرده بسازن، مطلوب آن چیزی که علی خامنه‌ای و نیروهای تحت امرش میخوان. این 50,000 کشته به 500,000 و 5 میلیون آدم افسرده و در آستانه مرگ مرده متحرک احتیاج داره. این 50,000 پشت آخر کار نیست، 500,000 مرده متحرک هم احتیاج دارند. به همین خاطره که من عرض میکنم اون خشم مقدس تو سینه باید نگه داشته بشه. این 5 میلیون نفری که شاهدان این قتل عام بزرگند،
برای اینکه زنده بمانند، برای اینکه تن به مردن ندن، برای اینکه تا آخر عمرشون یک مرده متحرک نباشند، باید بگن من انتقام اون کسی که بغل دست من کشیده رو میگیرم. من زندم، من سرنوشت کشورمو عوض میکنم، من نمیذارم اون کسی که ما رو قتل عام کرد به این راحتی قصر در بره. ما موظفیم به زنده نگه داشتن این شعله. اگر کسی فکر میکنه که در فردای 18 و 19 دی میشه مسیری رفت که انگار نخوانی نامه، من اون 461 نفری که اون نامه رو امضا کردند، من تک تکشون رو خواهان میدونم، تمامشون هم سرنوشت علی خامنه‌ای خواهند شد. من میدونم اینها چه کار دارن میکنن. تمام اینها رو باید از عرصه سیاسی حکومت حذف کنیم اگر میخوایم ایران زنده بماند. ما در یک دوره بسیار رقت‌انگیز به سر میبریم. آدم‌های بسیار خوشنام با سوابق درخشان دست در دست جلاد گذاشتند. تاریخ این صحنه‌ها رو به تکرار دیده ها. اولین بار نیست. بارها رخ داده در تاریخ که چگونه انسان‌های دانشمند فهیم با کیلومترها سابقه سیاسی و تحصیلی و علمی چگونه دست در دست جلاد میذارن. چه پروسه‌ای طی میشه؟ خیلی آدم روش نوشتن که در عصر هیتلر ما یک نمونه کلاسیکشو داریم. ما الان دقیقا در اون مقطعیم و من دارم میبینم که اینها چه کار دارن میکنند. ما هیچ راهی نداریم جز این که این کار رو به انتها برسونیم. اگر نرسونیم یک ایران مرده برای ما میمونه. ما موظفیم به فتح خیابان. ما این مسیر رو باید تا انتها طی کنیم. اینه که من عرض میکنم که حرف اول و آخر خیابان میزنه. اگر ما صاحب خیابان نشیم به هر قیمتی، ببین من تأکید دارم روی این کلمه، به هر قیمتی علی خامنه‌ای رو از اون بالا نکشیم پایین، یک ایران مرده برای ما میسازن. همین الان چند میلیون نفر که من با اغماض میگم عدد بالای 10 میلیون نفره در تدارک خروج از ایرانند. اگر ناامید بشن از تغییر زود هنگام، یک فاجعه بزرگ انسانی از اینجا به بعد تو راهه. اتفاق کوچکی نیفتاده. قتل عامی که حکومت در خیابان‌های ایران کرده میلیون‌ها شاهد داره. ما روایت هایی که داریم جمع میکنیم اصلا تکان دهنده تر از آنی هست که حتی خودمون بتونیم باورش کنیم. هنوز من نمیتونم تمام این روایت ها رو باور کنم. هنوز من نمیتونم. ما فقط ثبت میکنیم فعلا. یعنی بس من در همون شهر رشت که الان دارم یه کار پژوهشی میکنم اونجا با تعداد زیادی شاهد، اصلا نمیتونم اون روایت ها رو باور کنم و انقدر تعددش بالاست که اصلا نمیتونی باور بکنی که اینها میتونه ساختگی باشه. اینه که ما عرض میکنم که این مسیر، خیلی ها میان میگن نمیدونم حمله نظامی، نمیدونم زیر ساخت. یعنی کسی که داره این حرفو میزنه، من دو حال بیشتر ندارم دیگه بگم، یا بگم اصلا این آدم اصلا شعور نداره، اصلا نمیفهمه داره راجع به چی حرف میزنه. من میگم یک کشور 90 میلیون نفری در معرض اضمحلال کاملن. این میگه زیرساخت. زیرساخت چیه مرد حسابی؟ تو اون کشور شهاب سنگ هم فرود بیاد با اون منابعی که تو دو ده ساخته میشه. تو به فکر انسانهای اون کشور باش. طرف اومده در خیابونهای کشور قتل عام کرده، بعد 14 روز همه جا رو بسته، 14 روز سرنخ جنایت رو سعی کرده پاک کنه، 14 روز هر دوربین مدار بسیطی توقیف کرده پاک کرده فیلمش رو. اصلا با ابعاد فاجعه نمیخوان دوستان. من بعضی اوقات وارد این اتاقها میشم، اصلا بوی تعفنه حرفایی که از آدمهایی که اسم و رسم دارن چنان آزار میده در فضا که اصلا میفهم اینا انسانن. یعنی من تا دیروز فکر میکردم این توحشی که من فکر میکردم مال خامنه ایه، اما کسانی که مدعیان 47 سال با خامنه ای
مبارزه کردن به همون اندازه متعفنن، به همون اندازه منزجر کننده حرف میزنن و این تکلیف ما در ادامه مسیر مشخص میکنه که هنوز طرف درگیر اینه، میگه اگر پهلوی بیاید استبدادی جایگزین میشود. تو اصلا میفهمی چی رخ داده تو خیابون‌های ایران؟ میفهمی همین الان چی داره رخ میده؟ میفهمی همین الان در شهر رشت چند صد نفر با اتهام محاربه دارن اعدام میشن؟ چند صد نفر شکنجه کردن تا اعتراف کنن یا به ساخت مواد منفجره یا اعتراف کنن به قتل یک مأمور حکومت. بذار این خطر جنگ از سرشون بره کنار. ببین چه قتل عامی به راه میندازن تو این اعدام ها. من به همین خاطر میگم کسانی که میشن این گونه اظهار نظر میکنن که این جنگ این گونه میشود، آیا نشود، آیا میشود. شما با جامعه ای سر کار داری که چند دسته میشن، عده‌ای ساکشون رو برمیدارن میرن، زمانی که پاشون به فرنگ رسید تا آخر عمر باید برن زیر نظر روانپزشک و روانشناس دارو بخورن. یه بخشی این شکلی هن. یه بخشی میمونن خودکشی میکنن، یه بخش تبدیل نمیتونن برن، نمیتونن خودکشی کنن، تبدیل به مرده های متحرک میشن. یه بخش دیگه سلاح برمیدارن شروع میکنن. من همین الان با برخی از اینا که حرف میزدم میگفتم ما همین الان سلاح تهیه کردیم. برخیش میگفتن ما اصلا میشناسیم کسانی که کشتن، ما خیلیاشون به قیافه دیدیم و اونها رو میشناسیم، ما منتظریم. یک راه وجود داره هنوز. هر کسی که ادعا میکنه به ایران فکر میکنه، ادعا میکنه به ایران فکر میکنه و میخواد جلوی حالا جنگ و نابودی و کشتار رو بگیره، فقط باید از یک چیز دفاع کنه. علی خامنه‌ای، تو کفایت سیاسی برای حکومت رو از دست دادی، صندوق رأی رو بذار وسط. این کمترین چیزیه که یک انسان با حداقل شرافت میتونه بگه و اگر همین یکی رو نمیتونه بگه بهتر خفه شه، دهانش رو ببنده و هیچ کلمه ای از سیاست حرف نزنه. این که من در ایران هستم و زیر فشار هستم کمترین توجیهی نیست که بشینی و از اون کثافت دفاع کنی، بشینی از تداوم این سیستم جنایتکار دفاع کنی. چون وقتی دفاع میکنی عین اون جانی هستی، همونقدر کثیفی، همونقدر منزجر کننده هستی، همونقدر لجنی، همونقدر قاتلی. نگو از اون ور حکم میده. این دادی که من دارم میزنم دادیه که چند صد هموطن من پای تلفن سر من زدن. این صدایی که از حنجره من بیرون میاد رو به گوش من خوندن، همین ها رو به من گفتن. همون هایی که تو ایران زندگی میکنن، نه اون هایی که کنار موندن و خیابان رو به تمسخر گرفتن. اونی که جونش برداشت رفت تو خیابون، قتل رفیقش رو دید، برگشته تو خیابون همین شکلی با من حرف زده و گفته اگر این رو نگی بیشرفی. همینو به من گفته من فعلا نمیتونم بگم، چاقو تهیه کردم، سلاح تهیه کردم، من اینجا به قیمت مرگ خودم هم میرم قاتل برادرم، رفیقم، پسر خالم، پدرم، بچم رو میکشم، میشناسمش و تو این حداقل رو باید بگی و من برای اون دارم حرف میزنم. اگر کسی نمیتونه به علی خامنه‌ای بگه، به این حکومت بگه، به اون پزشکیان ملعون بگه، به محمد خاتمی ملعون بگه که تو امروز فقط و فقط اختیار گذاشتن یک صندوق رأی برای اینکه مردم ایران بیان بدون جنگ و خونریزی حرف آخر رو بزنن، بگن ما چه میخوایم. اگر این یک کار رو نمیتونی بکنی باید بری و اگر این رو نمیتونی بگی هیچی دیگه نگو، هیچی نگو، چون داری تو شلیک بعدی رو در مغز اون کسی میکنی که علی خامنه‌ای اون یک بار کشت، تو داری یک بار دیگه اونو میکشی. من روی صحبتم با تمام این اصلاح طلبان ملعون، با اون 461 نفر ملعون این بود
که تویی که امروز ادعا میکنی با همین آذر منصوری ملعون این بود که تو که ادعا میکنی نگران جان اینها هستی، اونی که به خیابون میاد سینه‌شو جلوی گلوله قرار داد تا بگه این حکومت را نمیخواهد و بگه چه چیز را میخواهد، و تویی که ادعا میکنی از جان اون داری حرف میزنی و هویت اون آدم رو حذف میکنی و نمیگی که او در خیابان چه میخواست، تو یک بار دیگر داری به مغز اون شلیک میکنی. و تمام این اصلاح طلبان ملعون این کارو کردند، انکار کردند هویت آن کسانی که به خیابان آمده بودند رو. به حکومت میگن تو باید بازنگری کنی. گوشهای کر شما نشنیده است که مردم گفتن ما این حکومت ها نمیخواهیم، حکومت دیگر رو میخواهیم، اسمش رو هم گفتند. معتقدید که اینها اکثریت نیستن؟ بسیار خوب، بگید صندوق رای. همین الان بگید داور ما و این حکومت صندوق رای. هر کس که این رو نمیگه یک ملعونه، هم دست علی خامنه ای و هم سرنوشت علی خامنه ای خواهد شد. من این خطابه سیاسی رو اینجا گفتم چون ساعتی پیش در یکی از همین تماس ها بودم با یکی از اینا، همین ها رو به من گفت و گفت تو اونجا نشستی، اگر صدای ما نیستی پس چه کار میکنی؟ ما یکی از کارهایی که داریم انجام میدیم با این کسانی که باهاشون در ارتباطیم به عنوان شاهدان این جنایت که هر روز داره بر تعدادشون افزوده میشه که شروع میکنن تماس گرفتن با ما، یکی از کارهایی که میکنیم اینه که ساعتهایی رو صرف مشاوره میکنیم که اینا خودکشی نکنند. بسیاری از ایرانیان داخل و خارج، حتی خارج اینجا نشستن، در معرض خودکشی هن. و علی خامنه ای و ماشین کشتارش و تمام عمله های این حکومت که با دستور مستقیم از اتاق فکر حکومت، اتاق فکر ماشین کشتار حکومت، در حال توزیع مسئولیت اخلاقی این جنایت با سمت مقابل هستند، در این وضعیت شریکن. من به تک تکشون میگم هر یک ایرانی که به خاطر همین عذاب وجدانی که شماها دارید به اون میدید، البته اسم علی، اسم پهلوی رو فقط میارید، اما از گفتمانی دفاع میکنید که هزاران نفر، که چه عرض کنم، میلیون ها نفر خودشون رو مخاطب اون جملات میبینند و این جملات آگاهانه داره انتخاب میشه که معلومه اگر بقیه رو بیاری به خیابون تو مسئولی وقتی میدونی این حکومت کشتار میکنه. من همین الان در ایران اکتیویست سیاسی میشناسم که روزانه باهاش صحبت میکنیم که خودکشی نکنه. این آدم فعال سیاسی بوده سالها، تو ایران هم هست، تشویق کرده رفقاش رو به خیابان. 3 تا از رفیقاش که تا آخرین لحظه حاضر به حضور در خیابان نبودن کشته شدن. 3 نفرشون. و این آدم در معرض خودکشیه. همین هایی که اتاق میذارن این ور اون ور، بله ما قبول داریم علی خامنه ای جنایت کرد، حکومت، نمیگن علی خامنه ای، حکومت، اما یه اما میگن و بعد شروع میکنن یک جمله میگن بله قبول داریم علی خامنه‌ای که معلومه اونا کشتار کردن، معلومه که اونها جنایت کردن، اما رو میگن و 2 ساعت راجع به مسئولیت اخلاقی آن کسی که به خیابان، یک برگ مشابه این رو شما در یک حرکت اعتراضی تاریخ به من نشون بدید که این کارو کرده باشن. همین روح الله خمینی ملعون مگر نگفت از ما بکشید، هرچه از ما بیشتر بکشید انقلاب ما بارورتر میشود؟ مگر اون زمانی که مردم رو پشت هم به خیابان از پاریس میخوان یک نفر اومد بگه که توی ملعون در پاریس نشستی مردم رو به خیابون میاری و میکشی، تو مسئولی؟ کسی مگه بهش اینو گفت؟ نه. این ترفند ساخته و پرداخته کسانی هست که طراحان اون انقلاب بودند، محصولات اون انقلابند، میدونند که انقلاب چگونه به پیروزی میرسه. حکومت کشتار کرده، قتل عام کرده، بسیار خوب، کارش خیلی ساده است.
یه جمله بگید که معلومه که حکومت مسئوله. اگه موساد اومده حکومت مسئوله، اگه کشتار کرده حکومت مسئوله. اما آقای پهلوی، بعد شروع میشه پشت هم جملات رو میگن که من شنونده، اسقر آقا، اکبر آقا، زینب خانم، هر کسی که شنونده این داستانه میگه خب منم که این کارا رو کردم، پس منم مسئولم. نهادینه کردن عذاب وجدان در بین فعالان خیابان. ما میدونیم چه کار دارید میکنید، خیلی هم خوب میدونیم چه کار دارید میکنید. همونطوری که قبل از این جنگ 12 روزه می اومدن از حمله اسرائیل گفتم میدونم چه کار دارید میکنید. میخواید عملیات رو از مردم بگید اسرائیل داره حمله میکنه. ما دقیقا میدونیم که مأموران رسمی و غیر رسمی این حکومت چه کار دارن میکنن. ما دقیقا میدونیم که اتاق فکر این حکومت چی تولید کرده. خیلی از اینها رو تحلیلی نمیگم، خبرشو داریم، سندشو دیدیم. خیلی از اینها رو سندهاشو دیدیم که چه دستوراتی دادن. ولی از روی جنازه همتون رد میشیم. ما اجازه نمیدیم که برای نگه داشتن آن پیرمرد دیوانه یک ایران رو تبدیل بکنید به مرده های متحرک. این کار رو میخوایم بکنید. به اسم دفاع از وطن میخواید یک جانی مجسم اون بالا حفظ بکنیم تا هم از منافع بودنش بهره مند بشین، هم دشمن همیشگیتون به هر حال پهلوی بر نگرده دیگه به حکومت. اینم خواستتونه دیگه، برای اینکه همه هویت سیاسیتون به ساقط کردن یه حکومت گره خورده دیگه. تو هم مثل علی خامنه ای. چرا علی خامنه ای نمیتونه بپذیره توافق هسته‌ای رو؟ چون باید توف کنه به 36 سال سابقه رهبری خودش. تو هم 47 سال سابقه سیاسی داری، آبش خور حرکت تو ساقط کردن حکومت پهلوی، به 47 سال سابقه خودت نمیخوای توف کنی. ولی مردم از روی جنازتون رد میشن، تک تکتون. من در مونیخ این افتخار رو داشتم که برم کنار مردم حرف بزنم. برای خودم هم سوال بود که چه اتفاقی افتاده که بالاخره یه دفعه مثلا ما تا 1 سال پیش اگه یه تجمع خارجی کشور اگه برگزار میکردیم، مثلا حد اکثر 50,000 نفر در یک شب یه بار اومده بودن، لندن هر هفته 50,000 نفر میاد. چه اتفاق افتاده؟ چرا در مونیخ ما میتونیم 250,000 نفر ببینیم، همزمان در تورنتو 350؟ چه اتفاق افتاده؟ رفتم تا این آدما رو نزدیک ببینم و جوابم رو گرفتم. برای نخستین بار حداقل در تاریخ خارج از کشور، از داخلم چنین خبرهایی رو میگیرم. نسل مبارزان سیاسی ما که پیگیر یک ایده سیاسی هستن. ما در خیزش مهسا یه عالم جوان داشتیم، جوانای کم سن و سال، ولی فالوور مرجع سیاسی نبودن، تصمیم گیری خودشون میکردن، نه بیننده شبکه ما بودن، نه از یک نیروی سیاسی تبعیت میکردن، خودشون تصمیم گرفته بودن. یه نسلی که خودشون رو قبول داشتن، آدمهای خودشون رو دارن. برای نخستین بار من دیدم بچه‌های 20 تا 30 ساله و بیشتر دختر اومدند دارن از یک ایده سیاسی حرف میزنن. من خب سالهاست دارم تو رسانه ها کار میکنم دیگه، فالوورامو میشناسم، آدمامو میشناسم، عمدتاً مرد بودن، عمدتاً سن بالای 30 سال بودند. در مونیخ صحنه دیگری دیدیم، کسانی میدیدیم که میومدن میگفتن که ما برنامه‌های یوتیوب تو رو هر شب میبینیم که 21 سالش بود، دختر 21 ساله. اصلا چه اتفاقی افتاده؟ کسانی میومدن ما شبکی یا اینترنشنال میبینیم فلان میکنیم که اصلا من باور نمیکردم اینا هیچ وقت مشتری ما باشن. چیزی عوض شده. هر چقدر میخواهید شاهزاده رضا پهلوی تحقیرش کنید، شاهزاده رضا پهلوی پرچمی که بلند کرده پرچم ایرانی بودن ایرانی هاست. ما فقط ایرانمون رو پس نمیگیریم، که ایرانی بودنمون رو میخوایم پس بگیریم. و نسلی که در همه این سالها پشت سر این الیت از خود متشکر، جریانهای سیاسی که یک تریلی اسمشون رو نمیکشه، طرف حرف میزنه چقدر سابقه داره، میگه 100 سال ما سابقه سیاسی داریم. حوزه تحصیلتون تو ایران چند نفره؟ کل طرفدارانتون یه اتوبوس سوار میشن پر نمیشن، همتون پشت یه وانه جمع میشید.
ادعاشون کیلومترها هست. چرا شاهزاده رضا پهلوی چتر فراگیر؟ یه مزخرفی من شنیدم اخیراً بعد از اون سوال احمقانه‌ای که کسرا ناجی پرسیده که برگشته گفته که چرا شما همین گروه ها جذب نکردیم؟ شاهزاده پهلوی گفته که ما چند تا گروه جذب نمیتونیم بکنیم اصلا. اصلاح طلبان، تجزیه طلبان. بعد یه عده اومدن گفتن که من نه اصلاح طلبم نه تجزیه طلبم. اخوی تو رو که نگفته. داره از مردمی حرف میزنه، یک بخشی حرف میزنه که یه پایگاه اجتماعی دارن، میگه من اون اصلاح طلب و پایگاه اجتماعیش تو تارگت من نیستن، اون تجزیه طلب و پایگاه اجتماعیش هر چقدر تارگت من نیست. توی جمهوری خواه، توی فعال سیاسی، تویی که میگی مشکوک نیستم، تو هیچی نیستی. کو آدمتون؟ کو طرفداراتتون؟ کو طبقه ذی شما کجان؟ مردمایی که شما رو قبول دارن کیان؟ تو فقط یه مجموعه 30 نفره هستی که صدا داری، رسانه داری، حرف میزنی، یه دهن گشاد داری فقط. هی میگن من پشتم میدم، من نه اصلاح طلبم نه فلانم. خب کی هستی؟ کی قبولت داره؟ بسم الله، این تو و این خیابونهای غرب برگزار کن، فراخوان بده دیگه. مگه تو غرب نیستین همتون؟ 5000 نفر به خیابون بیارین. تو ایرانی بیار به خیابون فراخوان بده. کی هستین شما اصلا؟ شما فقط یک دهن گشادین که در همه این سالها نذاشتین صد خواسته های مردم شدین. تا دهن باز کردیم بگیم که آقا چرا فلان کارو میکنی؟ ما بچه هامون زندان رفتن. بله، شما آدم فرستادین زندان، ما هم همیشه رسپکت گذاشتیم، احترام گذاشتیم اون زندان رفتن. بعد چیکار کردید؟ بعد از اون زندان کردیت خریدید. بعد گفتید ما حق داریم بگیم محدوده اعتراض و انتقاد و اقدام تا کجا باشه. یه صد کشیدید، گفتید از اینجا جلوتر نباید رفت. آره، یه اعتبار به دست آوردین، اون اعتبار رو برای تغییر خرج نکردین، برای طراحی یک صد جلوی مردم خرج کردین. هنوز هم همین کارو میکنید. مردم از روی همتون گذاشتن. نشستین ادعا کردید که بله شما طرفدار ندارید، شما کسی رو ندارید، همه اینها رو گفتید. شاهزاده رضا پهلوی اومد یه پرچم رو گرفت بالا، گفت این پرچم شیر خورشیده، این جایگزین پرچم ننگین جمهوری اسلامی میشه. تمام شعائر ملی رو میاریم بالا، همه شعائر و سمبل های مذهبی رو میاریم پایین. هر کسی میخواد زیر این پرچم بیاد، هر کسی که ادعا میکنه که از تغییر حرف میزنه، حرف تازه تری برای گفتن دارد، میتونه بخشی از این مردم معترض رو جمع بکنه. بسم الله، این گوی و این میدان، بیایید پایگاه اجتماعیتون رو نشون بدید، بعد اون دهن گشادتون رو باز کنید بگید منم سهم میخوام. یعنی خسته شدیم دیگه، انقدر این حرفا رو زدیم، ناچاریم با همین لحن بگیم. مردم تو خیابونهای ایران، ما میدونستیم که مردم ایران وقتی به خیابون میان، اگر بخوان اسم شاهزاده پهلوی رو بیارن هزینه سنگین خواهد شد. ترجیح اون هم بود که نگن. اینقدر شما اون مردم رو تحریک کردید. یه جمع شدن یه گوشه گفتن، صداشون رو قطع کردید. گفت صدا گذاریه. یعنی هر کس که به خیابون میرفت خودشو موظف بود، من باید بلندتر بگم، باید با تعداد بیشتر بگیم، اونقدر بگیم که نتونن حذفمون کنن. انقدر اون مردم رو، همین شماها، همین نه علی خامنه یا همین شماها، همین جمهوری خواهان دهنگشاد، انقدر اون مردم رو تحقیر کردید، انقدر تحقیرشون کردید که برن با صدای وسیعتر، بلندتر بگن. من فیلم هایی دیدم که مو به تن من راست میشه. طرف وارد یه صحنه ای شده، دارن شعار حمایت از پهلوی میدن، پهلوی برمیگرده، همزمان از ساختمان رو بود داره شلیک میشه. شما در اون جایی که این فرد واسطاده، شما حرکت گلوله ها رو به دور بر این آدم اصابت رو میبینی. این آدم دوربین و زمین نمیذاره، دوربین رو همچنان میگیره، بعد با دوربین میدونه اگر این صحنه رو ثبت نکنه همین دهنگشادان مجازی انکارش میکنند. من 10 فیلم این شکلی دیدم که طرف به قیمت جانش داره صحنه رو ثبت میکنه.
یه بار گفتی صداگذاریه. آقا پهلوی رو صدا نکردن که صداگذاریه. تو فقط فکر کن اونی که به خیابون رفته با ترس و لرز و اضطراب و همه هزینه هایی که میدونست داره، رفتش تو خیابان شعار داده پهلوی برمیگرده، بعد ضبط کرده، بعد تو سوشال مدیا این رو آپلود کرده و با ترس و لرز که نکنه من این دارم آپلود میکنم گیر بیفتم، نکنه میفرستم فلان شبکه گیر بیفتم، بعد این رو فرستاده. بعد توی دهنگشاد جمهوری خواه نشستی گفتی این فیکه. بعد اون باید چیکار کنه؟ اون باید دوباره بره تو خیابون، باید دوباره بره ثبتش کنه. انقدر باید خودشو به خطر بندازه تا تو نتونی انکارش کنی. حالا اون کشتار دیده. من در روز دوم کشتار از ایران با همون تکس هایی که میشد تماس گرفتن به من، گفتن آقا این حکومت اینجا رو کره شمالی کرده. من گفتم یعنی چی؟ گفت ما هر چی به تو میگیم قتل عام شدید، شما این اعداد چرا کار نمیکنید؟ گفتم آقا من نمیتونم از اینجوری کار کنم، یه سندی بده، یه چیزی بده. مگه من میتونم یه دفعه بیام بگم آقا دیروز در شهرش 3000 نفر مردن؟ ما چجوری بگم این عددو اصلا؟ میگه آقا من دارم بهت میگم. میگم تو رو چی به من میگی؟ میگم چرا مثلا از اون صحنه عکس نگرفتی؟ گفت دوربین نبردم شب با خودم گیر نیافتم. چیزی من میتونم چی باید بگم به این آدم؟ حالا روز اول سند کم بوده. میگه آقا تو بیمارستان پرسیان رفتم ما کف زمین رو نمیدیدیم رو جنازه. تو چطور میگی در شهرش 100 نفر کشته شدن؟ میگه من در چند تا محله که من و دوستان بودن ما چند صد تا تو این جنازه رو زمین خودمون دیدیم فقط. تو میگی 200 300 نفر چوری نرده میگی. من چی بگم؟ بعد گذشته، بعد اومدیم جلو، بعد با سیما میگن که خدایا گریم میگیره واقعا دارم اینا رو میگم. بعد طرف میگه او اقل کمش بگید بر سر ما چه رفته. بعد ما میریم با یه بیمارستان تماس میگیریم، 4 تا منبع از اون بیمارستان با ما عدد میگن. من اینا رو یکی یکی دارم میگم، اونجا رد میشم. ببخشید دارم وقتتونم میگیرم. دیگه حالا من شب اومدم بذار اینا رو بگم. یه منبع میگه 390 تا ما جنازه تو بیمارستان داشتیم. اون یکی میگه من 400 بین 390 تا 440 4 تا منبع میگن. خب ما در وهله نخست با صحنه مواجه هستیم. حکومت قتل عام کرده و افتاده که رد قتل عام رو پاک کنه. ما در وهله نخست کاری که باید بکنیم اینه که یه تخمینی به دست بیاریم که محدوده کشتار کجاست، چند صد نفره، چند هزار نفره، چند 10,000 نفره، چیه. مثلا میگیم آقا اون پایین‌ترین عدد رو میگیریم 390. بعد میگیریم از این بیمارستان اون کسی که به من گفته 390 تا کشته، 390 تا جنازه آوردن تو بیمارستان، زیپ کشیدن، 1 ساعت بعد ماشین ساعت خونه اومده بار زده برده. اون که اسم نداره که هیچ کسی اصلا اون احراز هویت اون تو همون بیمارستان اگه بخواد بمونه 1 هفته طول میکشه. 1 ساعت بعد اومده همه جنازه ها رو برده، مسئول ماشینه ساعت خونه اومده برده از اون بیمارستان. اون بیمارستان ما میگه آقا 4 تا منبع میگن بین 390 تا 440 کشته اینجا داشتن. ما یه عدد داریم از اونجا، اسم که نداریم که. در فلان بیمارستان همینطور، در فلان مرکز همینطور. اینا رسمیاشه. حالا غیر رسمیاش بمونه. اینا رو جمع میزنی میرسی بین 40 تا 50 هزار کشته. خب میگه خب پس این محدودش اینه، چند 10,000 نفره. بعد یه سند به دست میاری، سندی که دست سران 3 قوه بوده. عدد میگن که حداقل 36500 کشته. بعد میگه خیلی خوب همین ما میتونیم بر مبنا بذاریم، تخمین ما که از این بیشتر. اینم داره میگه حداقل ما همینو میگیم. بعد میگن 36000 اسم بده. بعد کی اینو میگه؟ کسی میگه که پژوهشگره. آخه بی پدر تو میدان تیانمن چین 30 سال پیش آدم کشتن، الان میگن بین 10 تا 15 هزار نفر. اسمش از کجا در آوردن؟ آخه بی پدر تو یک برگ تاریخ خوندی؟ من به علی خامنه‌ای کار ندارم، من پزشکان ملعون کار ندارم، اون سند میسازه. این آدم پژوهشگر و مخالف حکومت. تو اصلا میفهمی چند 10,000 کشته
و حکومتی که داره سرنخ پاک میکنه، حکومتی که چند صد پزشک و پرستار بازداشت کرده برای اینکه این عددا رو بیرون ندن، حکومتی که تو زندان کشته، حکومتی که تو عکسشو دیدی، تو عکس دیدی که طرف رو قلبش دستگاه پزشکی وصله، گلوله تو مغزش هم خورده. اول گلوله به مغز نمیخوره بعد دستگاه رو قلب نصب بشه، که این دستگاه رو قلب نصب شده بعد یه گل تو مغزش خالی کردن. تو یه بی پدر این عکس رو نمیفهمی چیه، نمیفهمی حکومت چی کار کرده. بعد ما شروع میکنیم اسم جمع. اصلا اسم جمع کردن کار ما نیست. اصلا مگه ما میتونیم اسم جمع کنیم؟ بعد شروع کردیم. این وظیفه اخلاقی که دوش ما هم هست. میگیم آقا ما به 8000 اسم 6000 اسم رسیدیم، الان شده 8000 تا. شما برخی از این اسامی رو تا سقوط این حکومت هم پیدا نخواهی کرد. یه عالمه آدم کشتن، گواهی فوتش رو به یه مرض دیگه صادر کردن. مگه راحته؟ یه عالمه آدم مرعوب کردن، یه عالمه آدم گفتن بچه دومت هم میکشیم. همه که مثل هم نیستن. بعد این بی پدرها از ما میخواهند که تو اسم 36000 نفر رو اگر نده دروغ میگی. بعد ما فرض کن تحقیقات میکنیم میبینیم که نه، ما الان اعداد دقیق تری داریم، رده بالاتر میرسه به 50000. بگیم نگیم دیگه، ولش کن، مثلا داستان میشه دیگه، همون حداقل 3000 فعلا بمونیم. بعد از ایران همین هایی که به ما خبر میدن آقا چرا نمیگید واقعیتو؟ چرا نمیگید بیشتره؟ چی بگم؟ بگم این آقای هست که مخالف حکومت هم هست، زندان هم رفته، گذار از حکومت هم میخواد. این بی پدر داره میگه اگر تو 30000 اسم نداری داری رو میگی. من جواب اینو چی بدم؟ تو یه بی پدر داره به کی کمک میکنی؟ به کشف حقیقت؟ تو نمیفهمی حکومتی که 36000 نفر کشته داده، تو اسم 36000 میخوای در بیاری 10 سال طول میکشه؟ تاریخ خوندی؟ یه کشتار مشابه رو دیدی؟ تو اون کشتار قتل عام رواندا اسامی رو داری همشونو؟ تو هولوکاست همه رو داری اسامیشونو؟ تو میدان تیامش اسامی همشونو داری؟ تو نمیفهمی کشتار جمعی یعنی چی؟ ما هنوز عدد دقیق کشتار تابستان 67 رو نمیدونیم. کیو گیر آوردید؟ کیو دارید خر میکنید؟ مگه پروژه کثیفتون رو نمیدونیم چیه؟ در قالب وطن دوستی دارید خامنه‌ای رو رنگ میکنید. ما استناد میکنیم به 6000 اسم هرانا. هرانا وظیفش در آوردن اسمه. اون اصلا کار که چیز دیگه است. اون اسم باید در بیاره اعلام بکنه، اون نهاد برای این ساخته شده. در آوردن تعداد کشته ها که کار اون نیست. ده ها نشریه خارجی با منابع مستقل رفتن در آوردن، عدد از ما بیشتر میگن، که بیشتر هم هست. برای اینکه همین دستگاه اطلاعاتی غرب، آمریکا، اسرائیل، همه عدد دارن، همه دارن میگن چند ده هزار کشته. کیو میخواین خر کنین؟ چون پزشکیان ملعون 2900 تا اسم اعلام کرده میخواین بگین همون محدوده است؟ میخواین عدد پایین نگه دارین که خامنه ای رو از ارتکاب جنایت جنگی پاک کنین، مسئولش کنین؟ فکر میکنید ما نمیفهمیم چی کار دارید میکنید؟ ببینید، تا دلتون میخواد تو این کثافت جلو برید. من به شما ببین، من 1 سال دارم توی همین کلاب هاست هشدار میدم. شماها واقعا انقدر یک دروغ رو تکرار کردین با خودتون که باورش کردید. شما باور کردید که قدرت رسانه ما به اسرائیل، انقدر گفتید اینو. 1 سال پیش، بیشتر از 1 سال پیش، تازه ترامپ سر کار اومده بود، من در همین کلاب هاست اومدم گفتم، هنوز هیچ بحثی از نظر مردم راجع به حمله خارجی نبود. گفتم گزارش های میدانی ما بر اساس منابعی که در اختیار داریم داره میگه که تمایل مردم ایران به حمله خارجی زیاد شده. امر اصلا حرف بسیار غریبی بود که شما در مورد ایران بزنی اینو. گفتم تمایل مردم ایران زیاد شده. این رو
نمیتونیم بگیم چند درصده، اما تغییرش رو به 2 ماه قبل به وضوح داریم میبینیم. حمله کردند، آقا تو فلانی، تو خود جنگ میخواهی، تو فلانی. بعد اومدم گفتم این مسیر اسرائیل به سمت حمله میره و اسرائیل یکی از دلایلی که این حمله رو قطعا میکنه، دلایل زیادی داره، اینه که این اعتقاد رو داره، اطلاعات رو داره که مردم ایران غالبا همراهیش میکنن. دوباره حمله کردن، فحش دادن، فلان کردن. گفتیم بهتون، گوش نکردید. این همه تمام شد. از اونجا بعدش هم گفتیم، قبل از این جنگ گفتیم شما همین الان برو در یوتیوب بنده، 1 روز قبل از اعتصاب بازار، 1 روز قبلش من یک فایل یوتیوبی دارم پر کردم، تایتلش اینه 1 روز قبل از اعتصاب بازاره، شعله های خشم مردم به زودی زمانه میکشد. 1 روز قبلشه. اینجا هم من گفتی. بش... من میخوام اینو بگم که برخلاف آن چیزی که شما فکر میکنید، تمام قدرت رسانه ما از منابع منحصر به فرد ما داخل ایرانه. هیچ رسانه‌ای در من الان ممکنه یه استیمیشنی داشته باشم راجع به حکومت، اشتباه کنم، مثلا فکر کنم الان ضعیفن، از اینجا میافتن، اشتباه کنم، اما حتی یک نمونه وجود نداره که ما یا شخص من در تخمینمون از آنچه که در خیابان رخ میده اشتباه کرده باشیم. من شب قبل از 18 دی، شب قبلش توییت کردم، برید بخونید، همین الان هست، نوشتم آنچه فردا شب در خیابان‌های ایران خواهید دید حیرت زده خواهید شد. 1 شب قبل نوشتم، برای اینکه ما با دیتا حرف میزنیم. همین الان با دیتا بهتون میگم تمام کسانی که امروز با گردنی افراشته میشینن ماله میکشن رو جنایت حکومت، نه اینکه بگن جنایت نکرده، حتی 1 درجه سعی میکنن تخفیفش بدن، بهتون میگم میلیون ها ایرانی امروز ساکت و آرام فقط صدای شما رو گوش میکنن، ضبطش میکنن، تکلیف تک تکتون رو کف خیابون مشخص میکنن. چون همتون هم دست علی خامنه‌ای هستید، همتون در حال تخفیف جنایتید. اینو گفتن ها، من اینو با اطلاع دارم بهتون میگم، اسامیتون رو میارن کسانی که از ایران با ما حرف میزنن، میگن این آدم رو ما میدونیم چه کار داره میکنه. بسیارشون رگشون، ریشهشون، بیزنسشون، آبشخورشون، پروژه هاشون همشو دارن. اصلا در دنیای امروز چیزی رو مخفی نمیتونید بکنید. من یک صحبت آخر رو، این صدای من اگه ضبط میشه میمونه، گوش کنید دوستان. بهتون میگم اگر زد و بندی با حکومت دارید بزنید درید. اگر واقعا میخواهید چیزی بگید، نمیتونید بگید، حرف نزنید. جنایت علی خامنه ای رو تخفیف ندید. هر کسی که در حال تخفیف دادن این جنایت سر و کارش با این مردمه، اسماتون رو دارن میارند. مردم ایران قتل عام دیدند. اگر فکر میکنید منم عین شما میشینم مرعوب خزعبلات شما میشم، امثال ماها بر اساس چرندیات شما تحلیل میکنیم که نه 3000 کشته بیشتر نبوده، حالا پر 6 تا، حالا آمریکا اون قدم نمیزنه، حالا مردمم که نمیخوان کشته بشن، حالا کشورم که، اگر فکر میکنید که مردم ایران رو ما نمیشناسیم، بشینید تماشا کنید. در تمام سابقه چند سال اخیر بنده اگر یک نمونه دیدید که ما در تحلیل اون از جامعه ایران، نه حکومت، اشتباه کردیم، به ما بگید. ما هیچی نداشته باشیم، یک دیتابیس کامل از جامعه ایران داریم. انقدر رفرنس های ما از جامعه ایران زیاده که به مخیله شما خطور نمیکنه. بهتون میگم دستگاه امنیتی حکومت میدونه، اونها میدونن، چون میبینن که تحلیل های ما مبتنی بر دیتا های اونهاست. در عالی ترین سطح نظام جلسه تشکیل دادن، 2 ساعت تمام سران حکومت بودند، 80% جلسه رو راجع به شبکه ما حرف زدند. بذارید بگم که همشون بشنون که اینم ما میدونیم. راجع به تحلیل های ما صحبت کردند، از تحلیل های ما تلاش کردند که بفهمند آن سوی میدان چه میخواهد. میخوام به تو بگم آقایی که میگید من با افتخار این شبکه رو نمیبینم، بزرگتون، گندتون
تحلیلشون رو از شرایط بمال از روی ما در میارن. میخوام بهتون بگم و الان دارم به شماها میگم که دارید نان در خون مردم میزنید. چون من خیلی جسته و گریخته فایل های این اتاقا به دستم میرسه، حالا نه کاملش، بالاخره کم و بیش میشنوم که چه دارن میگن. در توییتر میبینم تکه هاش میاد که چه دارن میگن. دارم بهتون میگم که با مردمی دارید بازی میکنید. ما تعبیر کنیم خون، نمیگیم خون دیدن، جنایت در کف خیابون دیدن. این مردم به آتش میکشن این حکومت رو و هر کسی که همدست این حکومت قلم دادش کنند. من